سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری امروز از اداره تحقیقاتی و نشراتی روج خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها. دیدار سفیر کبیر افغانستان در مسکو با بختیار حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه. ادامه برنامه‌های انکشافی سازمان ملل متحد در افغانستان و ادامه تنش میان آمریکا و ونزوئلا. امروز چهارشنبه پنجم ماه قوس سال 1404 خورشیدی. در ادامه مشروع خبرها. مولوی گل حسن سفیر کبیر افغانستان در مسکو با بختیار حکیموف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای سازمان همکاری شانگهای دیدار کرد. سفارت افغانستان در مسکو میگوید که در این دیدار درباره نشست اخیر سازمان همکاری شانگهای و فعالسازی دوباره عضویت ناظر افغانستان در نشست‌های آینده گفتگو شده است. در این دیدار نماینده ویژه روسیه برای رفع موانع و تداوم گفتگوها میان طرف‌های مربوطه تاکید کرده است. مولوی موطیع الحق خالص، رئیس عمومی اداره ملی حفاظت محیط زیست، با خانم شوکان اودا، سکرتر ژنرال برنامه‌های انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP و استیفن، رئیس این برنامه‌ها، در افغانستان دیدار کرد. در این دیدار پیرامون وضعیت محیط زیست افغانستان، مبارزه با تغییر اقلیمی و تاثیرات آن، تطبیق پروژه‌های محیط زیستی، دعوت نمایندگان دولت افغانستان در کنفرانس‌های بین‌المللی، تقویت همکاری‌ها و هماهنگی مشترک گفتگو شده است. خانم شوکان اودا گفته که برنامه انکشاف سازمان ملل متحد به همکاری‌هایش با افغانستان در راستای مبارزه با تغییرات اقلیمی ادامه می‌دهد و تلاش می‌کند که با مسائل محیط زیستی از دید بشردوستانه نگاه شود. اداره ملی احصایه و معلومات میگوید که در ماه اقرب سال جاری 2767 شهروند خارجی از طریق بنادر و میدانهای هوایی افغانستان رفت آمد کردند. و گفته اداره مذکوره در این مدت 1426 شهروند خارجی وارد کشور و 1342 تن دیگر از افغانستان خارج شدند. این اداره افزوده که از میان آنان 164 تن برای بازدید از مکانهای تاریخی و باستانی و متبقی آنان به هدف کار آمدند. و در آخر یک مقام بلندپایه وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته گفت که اگر رئیس جمهور ترامپ تصمیم بگیرد، ارتش آماده است تا علیه ونزوئلا اقدام نظامی انجام دهد. کوبا این موضع گیری آمریکا را نقض آشکار اصول بین المللی دانسته و گفته که رویکرد تهاجمی واشنگتن آمریکای لاتین را با تهدید جدی روبرو می سازد. نیکولاس رئیس جمهور ونزوئلا نیز تهدید کرده که کشورش در برابر هر گونه تهدید امپریالیستی و افراطی به گونه قاطع دفاع خواهد کرد. جهان سپاس از توجه و همراهیتان. برای تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان سری بزنید به صفحات اجتماعی ما در تلگرام، واتساپ و اکس.